عرب ماه قلندر و کارمند شرکت هوایی تاجیک ایر یگانه نانآوری خانه است. او خرج روزگار و تحصیل دختر دانشجویش را از حساب معاشش پرداخت میکند. 3 ماه است که معاش نگرفته است و میگوید در این مدت از همسایه ها قرضدار شده است. قلندر و امید داشت که با گرفتن معاش قرضهایش را پرداخت میکند. امروز به او گفتند که به رخصتی بیمزد رود. هیچ کی یاردم نمیکند. خودم حساب همین ایرپورت روزگارم میبرم و من میخواهم که همین 3 ماه اویلیک مور تیاند اکتبر نوامبر دکامبر تیاند حرکت کنم و همینجا کار کنم. در قطار عرب ماه قلندر و شرکت هوایی تاجیک ایر از روز 9 ینور اکثر کارمندانش را به رخصتی بیمزد فرستاد. مسئولین شرکت میگویند با سبب قطع شدن همه پروازها نگه داشتن این مقدار کارمند برایشان ضرر آور است. شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خط سیرهای خود را موقتا منع کرد و بنابراین سبب اکثر کارمندان متخصصان شرکت به رخصتی بیمزد مهنت برآمدند. بله و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد. شرکت تاجیک ایر تا 4 ینور به چند شهر روسیه، شهرهای بیشکک، الماتا، سمرقند و دهلی پرواز انجام میداد. اینجا دفتر مرکزی شرکت هوانوردی تاجیک ایر است. از کلیه کارمندان شرکت تنها یک قسم کمی آنها و آن هم بخشی راهبری کننده در این بنا تا حال فعالیت دارند و برای نجات شرکت کوشش میکنند. باقی از راهبردان تا هوانوردان و دیگر کارمندان شرکت به رخصتی بیمزد فرستاده شدند و معلوم نیست که کی سر کار برمیگردند. شرکت هم کلیه پروازهای خود را قطع کرده است و چطوری که میبینید نزد خزینه های چپت فروشی مرکز هم کسی نیست. آنها هم که میآیند یا برای بازپس گرفتن مبلغ چپته خود مراجعت میکنند و یا اینکه میخواهند پرواز آنها به دیگر شرکت گذرانده شود. سهراب کریموف ساکن ناحیه ورزاب میگوید با 1900 سامانی از شرکت تاجیک ایر چپته خریده است. او باید روز 19 ینور پرواز کند، اما حالا نه مبلغش را بازپس گرفته است و نه معلوم نیست که چگونه به روسیه میرسد. ایش اوش جروی میکنه، اوش جروی میکنم داودا کار گاشتیم. اوجه 200-300 شو از خود کردیم یگون گپ خبر نیست. نمیدونم چیکار کنم. او پیش زیلونی بزرگ نه جوی وایشون رفتیم اونجا میگه که یک کاغذ نشون داد 1 میلیون و چند قپل گفت ما در تاجیک ایر پرداخت کردیم. اینجاش میگه یک جای بلیط خریدیم اونجا را خنگی نیست. تاجیک ایر در برابر سامان ایر یکی از 2 شرکت هوانوردی در تاجیکستان است. تقدیر این شرکت حالا در دست یک کمیسیه حکومتی می باشد که وضع مالی آن را بررسی دارد. با این همه عرب ماه قلندر و امید دارد که شرکت فعال می شود و او به کارش برمیگردد.